whistle go. سوپ خربزه ما تجویز میکنیم برای سنگ کلیه، برای مجاری ادراری، برای انسداد و برای تمام مشکلات کلیوی. اینقدر من به این موضوع اعتقاد دارم، تجربه کردم، میگم اگر شما مشکل کلیوی داشته باشید من خربزه بخورم شما مشکل حل میشه. اگر کشاورزی حاضر باشه مزرعه خربزه تولید بکنه که در اون مزرعه کود شیمیایی مصرف نکنه، خربزه رو با پوستش مصرف بکنیم 2 تا 3 برابر خاصیتش بیشتر خواهد بود. چون خربزه‌های کنونی با کود شیمیایی هستن به پوستش اعتماد نمی‌کنیم، پاک می‌کنیم و با گوشتش سوپ خربزه درست می‌کنیم. سوپ خربزه یعنی چی؟ یعنی که سوپی که همه مواد سوپ همونه، به جای آب خربزه است. اگر پوست خربزه عرض کردم پخته بشود، چرخ بشه، پخته بشه، سرعت اثرش روی کلیه 10 برابر، از 3 برابر تا 10 برابر هست. و زمانی که فصل خربزه نیست، تخم خربزه، ببینید زنان قدیم 1 دونه تخم خربزه دور نمیریختن، الان سطل پره. تخم خربزه نمیدونید چیه، هر دونه تخم خربزه $1 ارزش داره، هر دونش. 1 دونه تخم خربزه رو دور نریزید، دور بریزید، خب بیایید اینجا 10 میلیون قرض کنید، بیاید اینجا با کلی مکافات تو نوبت پیوند کلیه وایستید. تخم خربزه رو بکوبید، پودر کنید. در فصلی که خود خربزه نیست 3 قاشق بریزید توی سوپتون، سوپ گندم، سوپ تخم خربزه. تخم خربزه، تخم خیار، بذر کتان، خرفه، سیاه‌دانه، دانه‌های بسیار بسیار مؤثر و مفید رفع انسداد کلیوی هستند.